يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام صبغة الله، رنگ خدا، و من احسن من الله صبغه، چه رنگی بهتر از رنگ خدا. مطالبی که من عرض خواهم داشت هم نسبت به خودمونه، یعنی من چگونه تزکیه پیدا کنم و خودم را چگونه تعلیم. ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چرا پیغمبر آورد بگیرید اونها را، و ما نهاکم عنه فانتهوا. یه برنامه ریزی کنن و با این برنامه ریزی او را به اون هدف برسانن. اون هدف چیست؟ کمال انسانیت، تکامل پیدا کردن این انسان. تکامل پیدا کردن یعنی چه؟ یعنی خدایی شدن، یعنی رنگ خدا پیدا کردن، یعنی صبغة الله و من احسن من الله صبغة. يا رب يا رب يا إلهي يا إلهي يا حبيبي يا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا احمد و نبینا ابی القاسم محمد. دوستانی که در روزهای قبل ما در خدمتشون بوده ایم مستحضرن که بحث ما چنانچه عنوانش الان مشخص هست در رابطه با رنگ خدایی هست، ذیل آیه شریفه صبغة الله و من احسن من الله صبغه، که خداوند می‌فرماید رنگ خدا و چه رنگی از رنگ خدا بهتر، و این که انسانها را خلق کرد برای اون که اونها تکامل پیدا کنند تا به درجه‌ای برسند که رنگ خدایی بگیرند، و این کار میسر نخواهد بود مگر به واسطه آنچنان چیزی که خود خدا در قرآن به عنوان هدف بعثت انبیا بیان می کند که عبارت باشد از تزکیه و تعلیم. و بیان مطالب ما به اینجا رسید که تزکیه و تعلیم عواملی می خواهد به واسطه های مختلف این دو برنامه برای ما حاصل می شود. اولین موردی که عرض کردیم بیداری بود، این که همه باید بیدار شوند تا بعد تزکیه و تعلیم شروع شود، و عرض کرد که پیامبر اکرم با همین برنامه شروع کردند که آمدن بالای کوه صفا و با صدای بلند چنین گفتند یا صباحا. این کلمه را عرب وقتی به کار می برد که مردم در خواب و یا مشغول برنامه هایی بودن که غافل بودن از اطراف خودشون، حکم آدم خواب را داشتن و دشمن میخواست به اونها حمله کنه، دیدبان اونها که بالای یه نقطه مرتفعی ایستاده بود و میتونست جایی را ببیند که آنها نمیتونن ببینند، صدا میزد یا صباحا، یعنی بیدار شید، حواستون رو جمع کنید، دشمن داره به شما حمله می کند. پیغمبر اول که آمدن شروع برنامهشون با یک بیدار باش بود. بعد از این مرحله به کار انداختن عقل انسان ها شد که تا انسانی خب بیدار باشه ولی بنا باشه عقلشو به کار نیندازد، تزکیه و تعلیم و نتیجتاً رنگ خدایی پیدا کردن معنا نمیدهد. لذا درباره تعقل و تفکر ما یه مقداری صحبت کردیم و اهمیتی که اسلام برای این مسئله قائل هست.
و مرحله سوم که اینا همش هم با هم مرتبط هست اینه که انسان در وجود خودش، یعنی پیامبران الهی یکی از اهدافشون و عواملی که از این عامل توانستن تزکیه و تعلیم دهند این عامل بود که خدا در روح هر انسانی یه حالت حقیقت جویی به عبارتی روح علمی قرار داده. پیامبران آمدن این روح علمی را تحریکش کردن، این روح حقیقت جویی را تحریکش کردن. البته نه فقط یافتن حقیقت بلکه ترجیح دادن حقیقت، یعنی حقیقت را خواستن برای خود حقیقت. لذا اون جاهایی که حقیقت با دل ما سازگار نیست، حقیقت یه چیز دیگری است، دل ما یه چیز دیگر میخواهد، انسان ها میشن دو دسته. یه دسته اون روح علمیشون به اون مرتبه‌ای رسیده است که میگه پا میگذارم روی دلم، من دنبال حقیقت میرم، من حقیقت ها برای خودش میخوام نه حقیقت ها برای خودم بخوام و برای دل خودم. یه عده‌ای هم نه، حقیقت رو میگذارن کنار، میرن دنبال دلخواه خودشون. اینجا این سه مرحله را، این سه عامل را ما عرض کردیم و اما عامل دیگر در تزکیه و تعلیم ما، یا بگیم یکی از مراحل تعلیم و تزکیه هست، مرحله و عامل خودشناسی است. در اهمیتش هم همین بس که اومدن گذاشتن این خودشناسی را، یا به عبارتی که در روایات هست معرفت نفس را گذاشتن کنار معرفت خود خدا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. پس اهمیت دارد و مطلب خیلی باید روش توجه بشه. بحث من از اینجا آغاز میشه. انسان دارای دو خوده، به عبارت دیگر انسان دارای دو تا منه. یعنی وقتی که میگه من، ممکنه یکی از دو چیز باشد که این دو تا من یکیشون حقیقی است، یکیشون مجازی. یکیشون طبیعی است، از حالت طبیعت رو به خودش گرفته و از مواد طبیعته، به عبارتی ملکیه بنابر گفته آقایان، یعنی مال این دنیا. یکیش ملکوتیه، مال جهان دیگره. به عبارت بهتر یکیش خوده، یکیش ناخوده. اصلا نباید اسمشو بگذاریم خود، اون یکی ناخوده، یعنی حقیقت نیست، مجازه، مجازن بهش میگیم خود. اینجا تو پرانتز مطلبی رو عرض کنم، چون به عبارت دیگری که آقایون میگن یعنی انسان دو شخصیت دارد. آیا این معنای دو شخصیت داشتن انسان یعنی دوتا انسانه؟ نه. منظورشون اون مریضیه که در روانشناسی میان صحبتشو میکنن به عنوان تعدد شخصیت. میگن فلانی دوچار مرض تعدد شخصیته. این منظوره؟ نه. چون اون انسانی که بهش میگن دارای تعدد شخصیته یعنی نامتعادله، یعنی هر لحظه یه حالی داره. منظور پس این نیست. منظور اون منی است که ما دربارش حالا صحبت خواهیم کرد که یکیش ارتباط دارد با جهان ملکوت و عالم بالا، یکیش ارتباط دارد با این عالم طبیعت و پایین و خاکی، عالم سفلا. درباره این مسئله ما صحبت میکنیم. اون موردی که عرض میکنم من حقیقی ماست که اصلا خواستن ما اونو بشناسیم، در کنارش هم اون یه من رو به ما معرفی کردن تا حواس جمعش کنیم.
چون ما وقتی روایات رو میبینیم تو بعضی از روایات مثلا پیامبر میفرمان دشمنترین دشمنان تو نفس توست. این یه عبارت امام صادق علیه السلام را میبینیم. حضرت میفرمان نفس من بالاترین قیمت را دارد، تو این دنیا نمیشه روش قیمت گذاشت. قیمت نفس من خداست. آیا منافات داره این دوتا مطلب با هم؟ به حسب ظاهر بله، اما واقعش نه. پیامبر میفرمان نفس تو دشمنترین دشمنان توست، یعنی اون من طبیعی، اون منی که با طبیعت سر و کار دارد، رو این زمینی خاکیه. اما اون منی که امام صادق میفرمایند یه من دیگریست، اون من حقیقی ماست که خدا در قرآن در سوره هجر آیه 29 فرمود فاذا سویته فنفخت فیه من روحی. وقتی انسان را ظاهرش را کامل کردم، بدنش را ساختم، از روح خودم در آن دمیدم. البته اینجا تو پرانتز باز عرض کنم، اینجا اشتباه میشه برای بعضیا. از روح خودم در آن دمیدم، نه اینکه خدا همچنان که ما روح داریم و جسم، خدا هم روح داشته باشد و جسم. نه، مسئله ماشین منه. تا شما میگون ماشین من یعنی خودتون ماشینی یا ماشین شماست؟ نه، یعنی شما کسی هستید که این ماشین مال شماست. پس خدا هم که میفرماد از روح خودم در انسان دمیدم، یعنی من یه چیزی دارم به نام روح. نه اینکه فکر کنی یک من خدا دارای جزءم، نه، یکی از ساخته های من، مخلوقات من چیزیست به نام روح که بسیار مقدس اونو قرار دادم، از اون دمیدم در انسان. ما درباره این من صحبت می کنیم، یعنی همان روح خدایی که در انسان ها دمیده شده، در همه اونها دمیده شده. وقتی که صحبت از اون روح خدایی می شود دیگه تعددی نیست. اصلا بحث من از همینجا میخواد شروع بشه. اینجاست که خیلی حرفا باید زد و باید دقت کافی کرد. ممکنه یه مقدار بحث از جهاتی اولش خشک باشه، البته برای من نه، برای بعضی ها ممکنه اینطور نباشد، ولی بعضی ها ممکنه این مقدار خشک باشه براشون. اما توجه روی نکاتش وقتی بشه انشالله به نتایج مهمی خواهیم رسید. بنابراین خداوند چنین میفرماد که من از روح خودم در او دمیدم. از طرفی ما اون من را داریم، من طبیعی، منی که خوراک میخواهد، منی که خواب میخواهد. وقتی میگم میخوام بخوابم، میخوام چیز بخورم، میخوام شهوت رانی بکنم، این من کیه؟ با اون یه من تفاوت دارد. این من طبیعیه. این منی است که شما را در مقابل من قرار میده، یعنی من یکی میشم، شما یکی. اون وقت میشود که سر یک که نان با هم نزاع میکنیم، شما میگید من گشنمه، منم میگم من گشنمه. این منی که موجب میشود ما دوتا روبرو هم قرار بگیریم، نزاع کنیم، جنگ کنیم، گاهی اوقات هم دیگه را از بین ببریم، به بزرگترین جنایات دست بزنیم. درباره اش به من میفرمان تو باید بری بشناسی اون من خدایی خودت را با این منی که موجب این مسائل میشه. تعلیم و تزکیه اسلام میخواد من را، منیتم را که تو این حال هست بیاد بکشه بیرون، ببره بشه من خدایی.
بشه اون منی که تو جنگ 10 نفرن، همشون هم نزدیک به موتن از شدت تشنگی، آبا میدن اولی میگه بدن پهلو دستیم بیشتر تشنه است، دومی میگه بدن سومی تا میرسه به دهمی میگه بده اولی، میان سر اولی میبینن از دنیا رفته. اون من ایثار میکند، اون من ملکوتی ایثار میکند. این منی که مال این دنیاست و طبیعت تو روش وای میسه برای یک کنونی که راحت میتونم ازش بگذرم. پس اگر به من میفرمایند در حدیث کسی که خودش را بشناسد خدا را شناخته است، اون منی را باید بشناسم که منو به ملکوت میرساند. به عبارت دیگر با یه مثال مبحث را مقدار روشن‌ترش کنیم. وقتی در تعریف انسان میخوان صحبت کنن میگوین انسان ملکی است، حیوانی، گیاهی، جمادی، یعنی مثل سنگ. یه انسانه اما دارای مراتب خاصه. یه انسانه مثل یک ساختمان چند طبقه، طبقه اولش یه حقیقته، طبقه دومش یه حقیقته، سومش یه حقیقته، چهارمش یه حقیقت. گاهی من میشم مثل یه سنگ که علم یکن، نه چیزی سرم میشه، نه حاضرم بفهمم، نه حاضرم به کسی کمک کنم، کاملا بی حرکت. اگرچه دارم راه میرم، اگرچه دارم غذا میخورم، ولی هیچ کاری به اطرافم ندارم. میگم دنیا رو آب ببره به درک اسفل و سافل، مردم بمیرن در بدبختی هم خب باشن، به من چه؟ این من جمادی انسانه که هیچ حالت انعطافی در مقابل حوادث اطرافش درش ایجاد نمیشه، دردش نمیاد. تا صحنه هایی رو میبینه دردش نمیاد. میره یه پله بالاتر، من گیاهی، با اطرافش ارتباط برقرار میکنه اما برای خودش میخواد بکشه بالا. علفا تو باغچه که هستن زور میزنن خودشون از لابلا گلا میکشن بالا، یه ارتباطی با گل برقرار میکنه، میچسبه به گل اما خودش میخواد بکشه بالا، فقط به فکر خودشه. این هم یه من ماست. یه منمون هم حالت حیوانیست، یه مقدار تربیتش کنن انس میگیره با افراد، اگرچه در رند خوب باشد. سگ را اجلکم الله میشه تعلیمش داد، یه سری کارهای ازش میاد، اما به هر حال گاه اوقات خیلی عذر میخوام اون رو سگیش بالا میاد، نشون میده کیه، یه پارسی میکنه، یه گازی میگیره، لذا نمیشه اعتماد 100% بهش پیدا کرد. اما مرحله بالاتر این من که از حیوانیتش میگذره میشه منی که فرشته خوست. من فرشته خو دیگه دعوایی با کسی نداره، تزاحمی با کسی ندارد، خودش یه طرف نمیبیند دیگران رو یه طرف، جنگ نمیکنه بنابراین با کسی. یه مثال بزنم، شروع کردن نور پردازی بکنن، یه توی سطح صافی درست کردن و صیقلی نور پردازی میکنن، انواع اقسام نورها را با شکل‌های مختلف داره از بالا میتابونه رو این صفحه. آیا این نورها با هم تزاحم دارن؟ یعنی یه نور اون یکی میزنه کنار خودش نشون میده؟ نه، شما در آن واحد چند نور با چند رنگ با چند شکلی که جلو این نور گذاشتن و موجب شده شکل‌های مختلف رو زمین بیاندازه در آن واحد دارین میبینین، هیچ تزاحمی هم با هم نداره. ملائکه از نورند، یعنی الان ممکنه میلیاردها و میلیاردها و میلیاردهاشون اینجا باشن، هیچ تزاحمی هم با هم ندارن.
مشکلی ندارن، از نورن، جمع میشن در یک جا، حالان که تزاحمی نیست. انسان نه به حد ملک بلکه بالاتر از ملک میره. بعد تا بالاتر از ملک رفت خیر همه را میخواد، شر برای کسی نمیخواد، دعوا با کسی نمیکنه، آزارش به کسی نمیرسه، از خودش میگذرد برای دیگران. خوردن و خوابیدن و شهوترانی او را گیر نمیاندازه، نمیمونه تو کار، رد میشه، به راحتی میتونه گذشت کنه، به راحتی میتونه انفاق کنه. اسلام میخواد ما چنین تعلیم ببینیم، چنین تزکیه شویم، ما را پاکمون میکنه، تزکیه‌مون میکنه، مرحله به مرحله هم پاکمون میکنه، هم میگه تو برو یه پله بالاتر، تعلیم میده. دوباره تو مرتبه دوم پاکمون میکنه، یه مقدار صافتر، میگه برو چگونه میتونی بری پله بالاتر. اسلام کارش اینه. اسلام میخواد این چنین ما پیش بریم. تا کجا؟ تا اون جایی که از ملک بزنیم بالا، رنگ خدایی بگیریم. خدا برای موجودات دیگری مطلب را نفرمود که رنگ مرا بگیرن. خدا برای موجودات دیگر نفرموده است نفخت فیه من روحی، فقط برای انسان میفرمود. لذا اون وقتی که دارن به من میگن قدر خودت را بدان، یعنی تو میتونی تا کجا پیش بری. و اون جایی که به من میگن تو اعدا عدوت، دشمنترین دشمنانت نفست هست، اونی میگن که من در حال جماد یا در حد گیاه یا در حد حیوانیت نهایتا میخواد نگرم داره. اگر چنین بود، چون فقط تو این دنیا من وقت دارم برای اینکه این مراحل رو طی کنم، اگر تو این دنیا پامو گذاشتم اون طرف، رو هر درجه‌ای بودم همونطور بام حساب میکنم. یعنی اسمم مسلمان، اما اگر تو درجه جمادات هستم به من میگوین کسی که سرش صبح از رخت خوابش بلند کنه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر تو خواستی سر از رخت خواب بلند کنی، حالت یه آجر باشه، یه سنگ باشد، تو فکر دیگران مطلقا نباشی، اسم دو شناسنامت باشه مسلمان، پادا گذاشته اون طرف، ما تو رو مسلمان نمیدانیم. اسلام میخواد منو بکشه بالا، بکشه تو اون مراحل بعدی، تا وقتی از این دنیا میرم تو بالاترین مرحله باشم، از دنیا رفته باشم. چون اون طرف هرچه به من بدن در مقابل درجه میدن که من تو این دنیا توانستم پیدا کنم. پس اسلام میخواهد از من طبیعی ما را خارجمون کنه، لذا اومده برنامه ریزی های مختلفی کرده. چون انسان از اینجا به بعد یه مقدار با دقت بیشتر، چون انسان تا در کودکی هست، تا بچه هست، بچه تا وارد یه جایی میشه میبینه بچه های دیگر اسباب بازی دستشونه، غالب بچه ها این حال رو دارن. حالا اگرم ندارن رو خجالته، استثناءً اگر بچه روحیش این روحیه نباشه، دلش میخواد برد اسباب بازی و غیره بگیره، اونم میگیره میذاره لا بغلش، اون یکی میگیره میذاره لا بغلش، میگن خب یکی دسته باش بازی کن، میگن اونم میخوام. فقط به فکر خودشه. حتی پدر و مادرش رو با دیده یک وسیله بهشون نگاه میکنه. تو این مرحله فقط منه و غیر من هیچ دیگه رو نمیبینه. همون من طبیعیشه، همون من خاکیشه، من دنیاییشه. اینو باید کشیدش بالا. خدا چی کار میکنه که ما رو بکشه بالا؟ یعنی من غیر از خودم یکی دیگرم ببینم، چی کار میکنه؟ حالتی در من به وجود می آورد وقتی به بلوغ می رسم که حس عشق و دوست داشتن در من زیاد شه.
یکی دیگرم بخوام، دوست بدارم. تا چنین شد میفرماد فوراً ازدواج کن. چنین حسی وقتی به درجه‌ای که باید رسید، تو ازدواج کن که بلوغ باشد و مرحله بالاتر از بلوغ یعنی رشد عقلی. وقتی به مرحله رشد عقلی رسیدی، خدا حالی در انسان به وجود می آورد که بخواد ازدواج کنه. ممکنه بعضیا بگن چرا خدا این حالت رو در من به وجود آورده است من به گناه کشیده بشم؟ خدا این حالت در ما به وجود نیاورده که به گناه کشیده بشیم، بلکه هدف دیگری دارد که من ازدواج کنم. تا ازدواج کردم رو مبانی که اسلام گفته، نه چشم و گوش بسته، نه عشق خیابانی، رو اون مبنایی که اسلام گفته کفو خودت را برو پیدا کن، ببین دین دارد و اخلاق دارد یا ندارد. بعدم که مراسم میگیری رو روال خودت و شؤونات خودت پیش برو، کارای حرام در بینش نباشد، اسراف و تبذیر در بینش نباشد، رو روالی که من اسلام میگم پیش برو. موجب میشود این ازدواج که تو غیر از خودت یه نفر دیگرم ببینی. تا میری کار میکنی برای یه نفر دیگم کار کنی. تا چیز میخری میای خونه برای یه نفر دیگم چیز بخری بیای خونه. خودت تنها نبینی، من بشه ما. از این من طبیعی خورد خورد منو جدا میکنه خدا. بعد بچه میده به انسان، یه مقداری من وسیع تر میشه، هم برای خودم میخوام، هم برای همسرم میخوام، هم برای بچه هایم میخواهم. اون همین آدمه که تو بچگیش فقط میگفت من و هیچ کس دیگه. پس ازدواج رو خدا قرار داد برای این مسئله. اون حالت عشق را خدا قرار داد برای این که مرا به اینجا برساند. اگر این وسیله ازش سوء استفاده شد، در غیر مسیر خودش استفاده شد، یا مسئله دیگری دارد. خدا برای اون کار خلاف نیافریده. اینجاست که پدر و مادر، حالا تو پرانتز باز عرض کنم، مسئولیتشون بسیار سنگینه. یعنی این حالتی که خدا قرار داده است رو که انسان به کمال برساند، یه وقت نکنه پدر و مادر رو با بهانه‌های بیجا و بی حساب و کتاب جلوی این پیشرفت بگیرن. چون کسی که ازدواج نمی کند تا آخر عمر یا تا مدت طولانی، این اون حالت بچگی درش میمونه. خودمون هم دیدی اون کسانی که زود ازدواج کردن بعد چند وقت اون مرد شده. این مرد شده یعنی چه؟ یعنی دیگه به فکر خودش تنها نیست، دورش هم داره میبینه، از اون حالت خامی و ناپختگی بیرون اومده. حالان که اونی که ازدواج نکنه تو همین حالت باقی میماند. هر چقدری هم خودشو بکشه بیرون، آخرش اون کمبود هست. نمیتونه اون حالتی که یه پدر نسبت به فرزندانش و همسرش حس میکنه اون بتونه حس کنه. میگه نه میفهمم، بی خود میفهمی، چون این چیزا درک کردنیه، باید توش واقع شی، با گفتار نیست، با گفتن فقط نیست و شنیدن، باید تو مرحله عمل واقع شه. تو این بحران و تو این بوته باید قرار بگیره انسان. پس یکیش ازدواجه، خدا یه مقدار آدمو میاره بیرون، از این حالت منیت میکشه بیرون. دوم صله رحمه. چرا خدا به من میفرماد برو خویش و قومتو ببین، باشون ارتباط داشته باش؟ قطع رحم چه مشکلاتی برای تو به وجود می آورد؟ چرا اینقدر ثواب براش قرار دادن؟ چرا مرحله وجوب براش گفتن؟ برای اینکه من برم خانواده‌مو ببینم، با مشکلاتشون آشنا بشم، تو فکر برم مشکلات اونا رو حل کنم، تحت تأثیر قرار بگیرم، دلم بسوزه. تو دنبال دل سوختنه که آدم دست آستین بالا میزنه مشکلات اونا رو برطرف کند. این حالت از خود خانواده، زن و چند تا بچه یخت وسیع تر میشه. اون منو وسیعش میکنه. من دیگه نیستم، خانوادم هستن، اقوامم هستم، دستمو باید بازتر کنم.
مرحله دیگر دیگه میرسه به حد شهر انسان، کشور انسان. حب الوطن من الایمان. کسی مملکتش رو دوست بدارد، افراد مملکتش رو دوست بدارد، از ایمان اوست. خیر اونا رو میخواد، نمیخواد کسی به اون مملکت تجاوز کنه، به افراد اون مملکت تعدی کند. وسیع‌تر شده از حد خویش و قومی. لذا حالا متاسفانه ما اینو بیشتر در خارج رفقایی که میرند و میان میگن حس میکنه آدم، اونا یه عدهشون کاری به سیاست مدارشون ندارم، در قالب اجتماعشون بعضی از کشورها در قالب اجتماعشون اینطور هست، به هم دروغ نمیگن، تضاهمی نمیبینه، خودشو مثل اون میبیند، کلا سر هم نمیگذارن، چون خودش بزرگتر شده، منش وسیعتر شده، کلا سر هم نمیگذارن دیگه. کاری نداریم حالا تو این محدوده تا هستن، از محدوده مرزشون تا بنا شد بزنه بیرون، دست به هر جنایتی میزنن برای رسیدن به اهدافشون و مادیاتی که میخوان. اون سر جای خود بین خوداشون این حالت رو دارن. طوری نیست، ما هم باید داشته باشیم. حالا من بیرونیش را یعنی با کشورهای دیگر و انسانهای دیگر مرحله بعده. اسلام میفرماد حب الوطن من الایمان، باید کشورت دوست بداری، مردم و مملکتت دوست بداری. اگر اونا آسیبی دیدن ناراحت بشی که چرا اونا آسیب دیدن، کمکشون کنی، بگذری ازشون، گذشت داشته باشی به خاطر اونها. خدای نکرده زلزله جایی میشود میگن آقا کمک کنید، اون حس ایجاد میشه. این باید همیشه باشه، اسلام میخواد همیشه باشه. لذا حب الوطن میشه من الایمان. مرحله بالاتر که اسلام اینو میگه و بقیه فقط حرفش میزنن عمل نمی کنند، و اسلام اگر اسلام حقیقی پیاده بشه این کار رو خواهد کرد. میگه همه مردم رو باید ببینی، حتی کاری به دینشون نداشته باشی، خیرشون رو بخواهی اگرچه در ادیان دیگرن، تا کاری باد ندارن، تا مزاحمه کسانی که چون مرحله به مرحله پیش میره. یکی از مواردی که ما داریم عرض کردم خانواده، بعد اقوام، بعد شهر. یکی از چیزایی هم که صحبت میکنن اهل یک مذهب هستن، یعنی خود مذهبی که من نه تنها افرادی که اینجا هستن، هر کس تو مذهب من از هر جای دنیا خیر او رو بخواهم، برای او کمک کنم، برای تکاملش قدمی بردارم. با در نظر گرفتن اون، اسلام میگوید وقتی بنای انسان هست و انسان همراه با انسانیت، یعنی اگر دیدی انسانی، هر دینی داره، انسانیت دارد، خار در مقابل دیگران نیست، بذار کارش انجام بده. اسلام به ما میگوید مسیحی و یهودی و انواع و اقسام ادیان دیگر تو مملکت تو اگر هستن، اینا به عنوان اهل ذمه هستن. اگه با تو جنگ ندارند باید با اونا با صلح برقرار، صلح آرامش رفتار کنی. حق تعدی به حقوق اونا رو نداری. همچنان که اگر به یه مسلمان کسی خواست آزار برساند، اگر به یه مسیحی هم خواست آزار برساند، تو یه مسلمان باید بری ازش دفاع کنی. این جزء قوانین اسلامه نسبت به ادیان دیگر که در بین مسلمانان و کاری به کار مسلمانان نداره. امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتشون تو کوچه داشتن میرفتن، یه پیر مردی دست دراز کرده بود گدایی میکرد. حضرت فرمودن این کیه داره گدایی میکنن؟ گفتن این یهودیه. فرمودن تو حالا چه کار میکرد؟ گفتن عرض کردن یا علی تو بازار حمال بود، حالا دیگه ضعیف شده نمیتونه حمالی کنه، باربری کند. حضرت فرمودن ببریندش تو بیت المال، یه حقوق ماهیانه براش قرار بدید. یهودیه باشه، در بین ما مسلمان هست، کاری با بقیه ندارد، باید کمکش کنی، باید حکومت اسلام حقوق برای او قرار بده. اینه اسلام ما.
این اسلامیه که تکامل ما رو میخواهد. میگه خودتو تنها نبین، بقیه رو هم ببین. خداوند اگر در جایی به ما میفرماید مسلمونا کسانی هستند که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، شدیدن نسبت به کفار، کفاری که جنگ میکنن با ما، نه کفاری که جنگ ندارن با ما، با اونا نفرمودن شدید باشین. لذا در آیات سوره ممتحنه خداوند چنین بیان میکند. مطالب من تمام شد با این خوندن این آیه 8 و 9. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. خدا نهی نکرده شما مسلمان‌ها را از این که احسان کنید به اون کافری که با شما سر جنگ نداره. ما نگفتیم بهش احسان نکنید، احسان کنید، کمکش کنید، دستش بگیرید، فقیره بهش رسیدگی کنید. ولم یخرجوکم من دیارکم. اگر کسی نیست با شما جنگ نداره، اگر کسی نیست که شما را از مملکتتون بیرون نکرده باشه، بهش کمک کنید، احسان کنید تا میرسه به اینجا و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. همونطور که به عدالت بین خودتون رفتار میکنید، با اونم باید به عدالت رفتار کنید. عرض کردم خیلی دقیق احکام اهل ذمه در اسلام به من مسلمان میگن باید دفاع کنی از یه کافر، اما کافری که کاری با کسی نداره. از جنبه انسانیتت باید اون را هم در نظر بگیری، اگر اونم انسانیت دارد. اگه خواست خنجر بکشه، نه، تو روش باید بایستی، اون سر جای خود. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. خدا به شما میگوید در مقابل اون کافری بایست، اون کافری رو بهش احسان نکن که به خاطر دین تو با تو می جنگد، اونو بهش احسان نکن. و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. اون کسانی که شما رو از مملکتتون بیرون کردن، اون کسانی که کمک کردن تا یه عده دیگری شما رو بیرون کنن، ان تولوهم، با اینا تو دوستی برقرار نکن. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. اگر با اینایی که مسلمونا رو اذیت کردن خواستی دوستی کنی، او وقت تو ظالمی. چرا؟ چون با دوستی کردنت با یه کافری که اذیت به مسلمونا کرده، تو هم کمک کردی به اذیت مسلمونا. اینجا نه، اینجا دیگه اهل ملتت را، یعنی ملت به معنای مذهب، اهل مذهبت را باید ببینی. وگرنه تو همون برنامه مذهبی خودت هم، اگر کسی هم مذهب تو بود ولی میخواد اجتماع بریزه به هم، اسمش مسلمونه، داره مواد پخش میکنه بین جوانای شما، اسمش مسلمونه، دزدی داره میکنه، دستش قطع کن، جلوش بایست دیگه. اینجا جایی نیست که بخوای ترحم کنی، چون انسانیت ندارد. اگر اسلام به ما میگوید دستتو باز کن، منت را وسیع کن تا همه انسانها را در بر بگیری، انسانهایی که انسانیت دارند را، نه اون کسی که انسانیت ندارد. اگر چنین کردی، این یکی از عوامل تعلیم و تزکیه توست، میرسی به بالاترین مراحل، میرسی به بالاترین مرحله‌ای که از ملک بزنی بالا. در چنین حالتی دوباره تکرار میکنم، چنین انسانی که خودش شناخت، از حالت طبیعی خودش جدا شد و زمینی خودش و غیر حقیقی خودش و از ناخود خودش دور شد، به خودی خودش، من حقیقیش، اون روحی که خدا درش دمیده است رسید، دیگه جنگ با کسی نداره، داد سر کسی نمیکشه، دهنش باز نمیشود و فحش ازش بیرون بیاد، کلا سر کسی نمیگذارد، دیگران رو بر خودش ترجیح میدهد. این دین ماست. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. به به این دین ما، به به این الگوهایی که ما در مقابلمون داریم.
کسانی رو ما داریم و امروز دست توسل به دامن یکی از بزرگترین آنها میزنیم که مصداق اتم و اکمل چنین انسانی است. من در وجود او همان من الهی است و روح خدایی، همون رحمت وسیع، همون که دشمن اگر کسی دشمنی نکرد کاری به دینش ندارد. یهودیه حاجتشو میده، مسیحیه حاجتشو میده، مسلمان است میگه خواه ناخواه مشترکات چون بیشتر میشه بیشتر عنایت میکنند. کسی که در مقابل افرادی که میخوان خار دیگران باشن شیر بیشه شجاعته، آنچنان میغرد که بدن تمام کسانی که در کربلا هستند به لرزه میآمد، آنچنانی که تک و تنها وقتی بود در کنار سید الشهدا علیه السلام دشمن هنوز واهمه داشت، ولی با کشته شدن او دشمن شروع کرد کف زدن، گفتن دیگه پشت و پناه حسین کشته شد، کمر حسین شکست. از اون طرف با دشمنان این چنین کسی که بخواد خار دیگران باشد، مانع تکامل دیگران باشد این چنین است، اما از اون طرف مهربانترین مهربانان. هر که به دردی و غمی شد دوچار، هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراش در نشأتم اکشف یا کاشف کرب الحسین، از کرم و لطف جوابش دهی، تشنه اگر آمده آبش دهی. مسجد امام هادی در خیابان سید علی خان تازه ساخته شده بود، حدود 40 سال قبل، 37 سال نمیدونم دقیق، بیش از 32 سال. برای این که تو منطقه‌ای بود که هم یهودیا بودن الانم هستن، هم مسیحیا بودن، نقطه حساسی بود. برای اینکه مسجد رونق بگیرد شروع کردن از یه سری خطبایی دعوت میکردن، دهه به دهه مسجد مرتب درش جلسه بود. پدر ما میفرمودن یک شب من روضه حضرت ابوالفضل خواندم، فردا یکی از یهودی آمده بود پیش یکی از هیئت امنای مسجد، پول داده بود، گفته بود بدین به این آقایی که دیشب روضه ابوالفضل خواند امشبم روضه قمر بنی هاشم رو بخواند. بنده خدا میدونست این یهودیه، گفته بود دست بردار بگذار ما به کارای خودمون برسیم. شروع کرده بود گریه کردن، گفته بود به خدا یه بچه‌ای داشتم تو خونه و دارم حدود 7-8 سالشه،
بچم فلج بود، هر دکتری بردم بچم را فایده ای نکرد. دیشب اومدم از کنار مسجد بگذرم، گفتم بیام ببینم چه خبره. نشستم این آقا شروع کرد روضه ابوالفضل خوندن. در بین روزش گفت ابوالفضل حاجت همه رو میدهد، حتی حاجت یهودی و مسیحی ها رو هم میدهد. شروع کردم گریه کردن، دلم شکست. گفتم ابوالفضل اگه راست میگه این سید، پس بچه منم شفا بده. گریه‌امو کردم، رفتم تو منزل در رو باز کردم، دیدم بچم وسط حیاط داره راه میره، مادرش داره زار زار گریه میکنه، میگه نمیدونم چه شد، بچم کنار ایوان نشسته بود، گذاشته بودمش کنار ایوان، یه مرتبه شروع کرد راه رفتن. گفت ما در همسایگی این مسجدیم، ابوالفضل بچه مو شفا داده، امشبم بگید مصیبت ابوالفضل رو بخوانن یا قمر بنی هاشم. قطعا حاجتمند و دل شکسته در این مجلس است. دلهاتون رفت کربلا کنار حرم قمر بنی هاشم. یه سلامی با هم خدمت آقا عرض کنیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. ابوالفضل به امر سید الشهدا رفتن به طرف شریعه فرات. بچه ها وقتی دیدن عمو مشک به دست دارد، سکینه همشونو جمع کرد. گفت بچه ها دیگه علتش نگید، پدرم عموم ابوالفضل رو فرستادن آب بیاورن. ابوالفضل رفتن به طرف شریعه. امام حسینم از پشت سر ابوالفضل با یه فاصله حرکت می کردن که هم در دید ابوالفضل باشند و ابوالفضل رو ببینن، هم نزدیک خیمه ها باشند و به بچه ها توجه داشته باشند، نکنه دشمن از طرفی حمله کنه. اما یه مرتبه صدایی شنیدن، برادرم دیگه حالا مرا دریاب. بچه ها دیگه باباشون حسین رو ندیدن. مدتی گذشت اما یه مرتبه دیدن پدرشون دارن برمیگردن، اما با چشم گریان آخ بمیرم با قد خمیده. سکینه آمد جلو، بابا عموم ابوالفضل چه شد؟ یا ابا عبدالله دلهاتون رو ببرید خیمه گاه. خیمه اول خیمه ابوالفضل. آقا رفتن عمود خیمه رو کشیدن، خیمه روی زمین آمد. یعنی سکینه بچه هایم بدونید دیگه بی برادر شدن، همه با